خب برگشتیم با رضا و آیتم آنالیز ویدئویی. رضا حالا که چند شب بازی نیست، دوباره فرصت داریم که به ترندهای تاکتیکی بپردازیم. اگر اشتباه نکنم توی ایستگاه 12 جاده 26 ما این سوال رو مطرح کردیم که چرا یک جام جهانی خیلی پرگل داریم و تو گفتی که تیم‌ها به یک روشی مسلط شدن برای شکوندن اون بلاک فشرده تیم مقابلشون و اون ارسال‌های زود هنگام از طرفینه، ارسالایی که به جای اینکه شکل سانتر باشه یه جورایی شکل پاس تو عمقه و برای همینم میتونن موقعیت‌های خیلی بیشتری خلق بکنن. حالا که دوباره یه چند شب وقت داریم درباره ترند حرف بزنیم، درباره یک روش دیگه‌ای برای خلق موقعیت بهم توضیح بده. آره ببین، خب مفصل اون بحث رو قسمت 12 میتونن بیننده ها ببینن تو وبسایت alefbal.ir. رو تصویرم توضیح دادیم، خیلی مفصل‌تر و تبیین شده تر از چیزی که من الان میخوام خیلی سریع و خلاصه توضیح بدم، ولی واسه کسایی که خیلی کم حوصله ترن من خیلی سریع توضیح بدم که مبنای قصه چی بود. ببین وقتی تیم‌ها فشرده دارن دفاع میکنن، گفتیم اصل اول اینه که تیم مدافع حریف رو هول میده به کانال کناری که از دروازه دور باشه و از منطقه خطرناک. خب پس حریف باید یعنی تیم صاحب توپ همیشه باید به این فکر کنه که چجوری میتونه از کانال کناری خلق موقعیت بکنه. راجع به این صحبت کردیم که خط دفاعی همیشه جوری خودش رو با توپ تنظیم میکنه که هم توپ رو در تیررس داشته باشه که قرار ارسال بشه در دیدرس و هم مهاجم رو بتونه ببینه. واسه همین یه مقدار بین 5 تا 10 متر به لحاظ طولی عقب‌تر از توپ وای میسته و هر موقع هم که توپ بره بالاتر با توپ میره بالا، هر موقع توپ بیاد عقب‌تر با توپ برمیگرده عقب. حد فاصله خط 18 قدم تا خط 6 قدم رو میره و میاد. چرا تو 6 قدم نمیره؟ چون اونجا مال دروازه‌بانه. چرا سعی میکنه از 18 قدم سریعا خارج شه؟ چون اونجا اصلا بازی نباید جریان داشته باشه. اونجا یه لحظه یه اشتباه ممکنه به پنالتی یا جریمه بزرگ منجر بشه. خب حالا گفتیم شما اگه بتونی جوری حملت رو طراحی بکنی که قبل از اینکه خط دفاعی حریف داره از خط 6 قدم شیفت میکنه، 18 قدم شیفت میکنه رو به عقب میدوه، ارسال تو انجام بدی، اینجا مدافع از جریان بازی عملاً خارج میشن. یعنی شما هم میتونی از فضای پشت سرش استفاده بکنی، هم میتونی حتی کاتبک بدید خلاف جهتشون بدوی. خب پس شما اگه بتونی در واقع طراحی واسه حملت داشته باشی، زمانبندی واسه حملت داشته باشی که قبل از رو به عقب رفتن و مستقر شدن مدافعا توپ رو ارسال بکنی، با کیفیت ترین نوع موقعیت رو میتونی خلق بکنی. حالا اینجا میخوایم بگیم اگه دیر کردی خب و خط دفاعی مستقر شد تو کانال کنار سر جای خودش، عقب تر از توپ وایستاد، اونجا باید چیکار کنی؟ اونجا باید چی جوری دوباره پشتشون رو هدف قرار بدی؟ خب ما برخلاف چیزی که تو فوتبال ما رایجه که اونجا میان دوباره یه پاس بلند میدن، یه همونطور که گفتی یه سانتر، یه پاس چیپ میندازن تو 18 و حالا مهاجم بذاره توکل بر خدا، امیدواریم مهاجم قد بلندمون توپو بزنه. اینجا این کارو نمیکنن. اینجا دوباره سعی میکنن پاس تو عمق بدن، حتی جلوی خط دفاعی که مثلا تو تراز طولی 6 قدم خودش مستقره. ببینیم چی کار میکنن. یعنی یه لحظه فکر کن که چی جوری میشه وقتی خط دفاعی عقب زمین وایستاده باز هم توپ به پشت سرش رسونده از کانال کناری. خب ببینیم رو تصویر که چی کار میکنن. این آرژانتینه، توپ میرسن به بهترین بازیکن حال حاضر و احتمالاً تاریخ فوتبال، لیونل مسی. خب و اینجا مسی باید جلوی خط دفاعی که عقب مستقر شده و فضای ارسال به پشت نمیده توپ بتونه به پشتش بفرسته. خب اینجا مسی ذاتاً توپ میاره رو پای چپش و با کات داخل میتونه توپ رو به پشت خط دفاعی بفرسته. ارسال درونگرا، ارسال با کات داخل برای این موقع است. برای موقعی نیست که خط دفاعی هنوز شیفت به عقب نکرده. یعنی تیم‌ها سعی میکنن اگه هنوز خط دفاعی رو به عقب ندویده از پای موافق استفاده بکنن واسه ارسال و اگه خط دفاعی مستقر شد از پای مخالف استفاده کنن. رو تصویر بعدی ببینیم. خب این انگلیس جلوی پاناما، توپ میاد زیر پای مادوکه، اونجا بازیکن مخالف رو ببین تو نقطه کور داره حرکت میکنه و شما این بازیکن رو صرفا با پای مخالف میتونی و با کات درونگرا میتونی پشت خط دفاعی ثابت توپ بکنی. ترکیبی از ارسال درونگرا و استفاده از نقطه کور خب به تو این اجازه رو میده که دائما پشت دفاع حریف رو در دسترست داشته باشی. رو تصویر بعدی ببینیم. این تیم ملی ژاپنه. خب خط دفاعی سوئد
دیگه توی از 6 این قدم. نزدیکتر نمیتونسته آره. باشه. کجا میخواد بفرسته؟ خب توی 6 قدمش مستقره. ببین بهترین روشی که میتونن اینجا باش خلق موقعیت بکنن چیه؟ جلوی دفاع کاملا فشرده، ببین یه بازیکن تو کانال مخالف دستشو بلند کرده، خب و توپ میخواد. این دقیقاً تو نقطه کور وایستاده. البته که مدافع آخر سوئد تا حدودی متوجه موضوع میشه و این پاس رو به عقب کیفیت رو نداره، ولی دوباره توپ همینجا جمع میشه و پاس به توپ به بازیکن پا مخالف میرسه. اینجا به نظر میاد گارد شوته، ولی نه، دوباره میخواد یه پاس در عمق با کات درونگرا برای نقطه کور بفرسته و این موقعیت اینطوری خلق میشه. برای همینم زیاد آفساید میشه، یعنی به خاطر استفاده بیشتر از این روش در اینجا ما اینقدر آفساید داریم. ما چون خیلی به ببین VAR اگه بدیم. تنظیم درست داشته باشی تو آفساید گیر نمی‌کنی دیگه، یعنی زمانبندی و هماهنگی درست باعث میشه که تو آفساید گیر نکنی. تصویر بعدی رو ببینیم. حالا تو آنالیز بازی برزیل ژاپن در مورد این صحبت کرده بودیم تا حدودی، استفاده برزیل از نقطه کور، ولی ببین چطور دقیقاً از همین تاکتیک برزیل داره استفاده میکنه واسه دوباره رسیدن به پشت خط دفاعی خیلی خیلی عقب کشیده ژاپن. خب خط دفاعی که دیگه با ارسال زود هنگام هم نمیشه به پشتش رسید یا با یه پاس در عمق از کانال میانی. خب اینجا شما باید بیای از کانال کناری یه پاس در عمق بدی، دوباره توپ میره و باز هم هدف پشت دفاع ژاپنه. این کاسمیرو داره خودش رو تو نقطه کور قرار میده که مدافع دید نداشته باشه و این دید رو داشته باشه و ببین جلوتر از همه بازیکن ژاپنه، یعنی بین اون و دروازه‌بان ژاپن بازیکنی نیست، مدافعی نیست. مدافع مهمترین عامل جلوگیری کننده از گل شدن توپه. خب و هدف حمله کننده همیشه اینه که مدافعا رو از جریان بازی خارج کنه به هر شکلی که میتونه و تو گام نهایی حمله وقتی که سرعت حمله گرفته میشه از این تاکتیک استفاده میشه، از ارسال درونگرا استفاده میشه برای اینکه به پشت خط دفاعی برسیم. و نقطه کور چرا؟ چون تو فوتبال همه چی در مورد دیدن. خب باید اگه قراره توپ برسه به یک موقعیتی که مهاجم تیم من و مدافع تیم حریف اونجا یه نبرد خیلی خیلی سرنوشت ساز که میتونه منجر به گل بشه انجام بدن، من بهتر این توپو تو شرایطی به اونجا برسونم که مهاجم من مدافع رو ببینه و متناسب با اون رفتار بکنه و مدافع نتونه مهاجم تیم من رو ببینه که بتونه مهارش بکنه. و ما تو آنالیز مدعی آقای گلی دیدیم که چقدر خوب هم هالند هم هری کین میان تو نقطه کور قرار میگیرن، خودشون از رادار مدافع پنهون میکنن و به موقع میان جلوش قرار میگیرن، غافلگیرش میکنن. خب ادامه بدیم تصاویر رو. دوباره آرژانتین، این بار جلوی سوئیس، توپ دوباره زیر پای مسیه، خط دفاعی عقب‌تر از توپ وایساده، فعلا امکان ارسال زود هنگام نیست. خب ببین کانال مخالف بازیکن موقعیت رو درک کرده، اینی که میگیم تیم‌ها به این تنظیم رسیدن و ارسال مسی برای همون بازیکنی که دستش آورده بوده بالا امکان ضربه زنی نداشته و توپ رو تو عرض با یه ضربه سر یا با پا تو عرض تو این موقعیت برای بازیکن حمله ور به سمت دروازه میفرستن. اگه یادت باشه این خیلی شبیه گلیه که آمریکا تو جام جهانی قبلی به ایران زد، اون گلی که ایران رو حذف کرد و واسه آمریکا به مرحله بعدی بره. همینطوری یک پاس قطری، یک ارسال درونگرا به نقطه کور برای سرجینیو دست فرستادن، اون توپو تو عرض 6 قدم کاشت و حمله ورا از بیرون اومدن که از این توپ استفاده بکنن. یعنی این ترکیبیه در واقع، اول از ارسال درونگرا و بعد استفاده از ارسال زود هنگام، یعنی همون دو تا تاکتیکی که گفتیم. حالا ببینیم تو تصاویر بعدی که چطور این اتفاق میفته. اینجا دوباره فرانسه است، تو زیر پای اولیس است. اونور امباپه رو ببین که دستشو برده بالا و بعد ببین چقدر هی سیگنال فرار میده. خب چقدر هی میگه که ببین دستش رو نشون داد، یه بار دیگه نشون داد و بعد حالا همین پاس رو میگیره تو نقطه کور و اینجا دمبله چون تاکتیک رو درک کرده سریعا میرسونه خودش رو به جایی که امباپه باید تو عرض توپو براش بکاره با تاچ اول، ولی خب پای چپ خیلی ضعیفی داره نمیتونه بفرسته. تصویر بعدی رو ببینیم. این برزیله، دوباره تو همون بازی با ژاپن توپ میره تو کانال راست، خط دفاعی عقب نشسته و باز نقطه کور رو هدف قرار میدن با ارسال درونگرا، بازیکنی که ضربه پای خوبی داره میتونه توپ تو نقطه کور تحویل بده و بعد اینجا چون امکان ضربه زنی مستقیم نیست توپ کاشته میشه روی 6 قدم و دوباره عین همون قصه پاسور والیبال، مهاجمی که از بیرون میاد دید بهتری واسه عمل کردن داره و خیلی راحت میتونه این توپو بکاره به سمت گل بزنه. خب ببینیم تیم بعدی که از این تاکتیک استفاده میکنه رو ببینیم. اسپانیا، تو سمت چپ کوکوریا رو ببین که دست دراز کرده موقعیت رو درک کرده. خب میگه
اون ارسال درونگره باید برای من بیاد. ارسال برای اون میره، خب، و اون پاس تک ضرب رو به دروازه برای تورس میکاره. این همون بازی که تورس یه عالمه موقعیت خوب خراب کرد، مهمترینش هم همین موقعیت بوده دیگه. دوباره از همین تاکتیک داره استفاده میشه. خب حالا ببینیم چجوری اسپانیا از همین تاکتیک گل زده. بازی با عربستان، بازی دومشون، دوباره همین تاکتیک رو دارن استفاده میکنن. توپ میاد تو کانال راست، دوباره کوکوریا تو کانال مخالف منتظر ارسال به نقطه کوره. ارسال برای اون دوباره تک ضرب میکاره و توی رفت و برگشت این بار توپ به گل میرسه، به بازیکن‌ها میرسه که اون دقت بیشتری داشتن. خیلی جاها کسی که میبینه فکر میکنه که اون بازیکن تو نقطه کور توپ رو بر خودش میخواد، یعنی میخواد که خودش بره به سمت دروازه و خودش کارو تموم بکنه، اما همونطور که میگی تقریبا تو همه موقعیت‌ها اون میره که برای یکی دیگه از مهاجما که دویده به سمت دروازه توپو درست کنه. ببین خیلی وقتا تو نقطه کور برای ضربه زنی استفاده میشه. ما نشون دادیم رو گل‌های هالند، گل‌های هری کین و عمده گل‌هایی که رو ارسال زده شده اتفاقا رو همین نقطه کور بوده، رو ارسال به نقطه کور بوده. ولی این میگم یه ترندیه که باز این هم جزء ترنداییه که یه قدم جلوتر از بقیه پپ ازش استفاده می‌کرده. این که میگم هنر لو بلاک شکوندن پپ باعث شده که چند سالی از بقیه جلوتر باشه. این آروم آروم رواج پیدا کرده تو فوتبال و الان دیگه به یه ترندی تبدیل شده که می‌بینیم خیلی تیم‌ها استفاده می‌کنن. حالا الان می‌بینیم که چه تیمایی دارن ازش استفاده می‌کنن که شما تو نقطه کور توپ رو به بازیکنی میدی که اون بازیکن قراره اسیست کنه. فقط اون باید یه نکته رعایت بکنه، توپ رو با تاچ اول اصلا سعی در استاپ کردن، حتی اگه پاس زمینی زیر پاش اومد، سعی در استاپ کردن، کنترل کردن نکنه. توپ رو با ضربه اول روی خط 6 قدم بکاره، بقیه‌اش با مهاجماست که حمله ورشن. تصویر بعدی رو ببینیم. دوباره آرژانتینه. ببین دوباره نقطه تو کانال مخالف این پاس قطری براش میره و حرکت هماهنگ دوتا مهاجم رو ببین که درک درستی از این موقعیت دارن. اینطوری موقعیت خلق میشه. تصویر بعدی رو دوباره ببینیم. این اون گل معجزه‌آسای مسیه که دوباره از رو همین تاکتیک خلق میشه. یعنی اینجا دوباره بازیکن کانال مخالف داره فرار میکنه و مسی میاد که توپ بر اون ارسال کنه. توپ همون اول بلاک میشه و دوباره مسی به هر ضرب و زوری هست توپو به اون کانال میفرسته و توپ تو عرض کاشته میشه. اینجا یه مقدار تایمینگ بد میشه و توپ رو به عقب برمیگرده، ولی خب مسی برمیگرده و اینجا اعجازش انجام میده. یعنی دوباره آرژانتین تو بازی که گره خورده داره از همین تاکتیک استفاده میکنه واسه اینکه گره بازی رو باز کنه. تصویر بعدی رو ببینیم. این هلنده، رو ضربه ایستگاهی داره از همین تاکتیک استفاده میکنه. تو نقطه کور تحویل بازیکن میده که تو عرض 6 قدم اون رو تحویل گلزن میده. بقیه‌اش با مهاجمه که بدوه به سمت توپ. و تصویر آخر رو ببینیم. مصر جلوی ایران، یکی از اون موقعیت خطرناکی که مصر جلوی ایران داشت. ببین از همین تاکتیک داره استفاده میکنه. توپو تو نقطه کور تحویل بازیکن میده که اونم با نهایت تلاش سعی میکنه اون توپو رو عقب یا تو رو خط 6 قدم تحویل بازیکن بده که البته خط دفاعی ایران دفعش میکنه. این یکی دیگه از ترندهای تاکتیکیه که داره تو این تورنمنت استفاده میشه. هم استفاده از ارسال به نقطه کور، هم استفاده ترکیبی از ارسال درونگرا به نقطه کور و بعد یه ارسال زود هنگام کوتاه از کانال کناری که زمینه‌ساز خیلی از گل‌های این تورنمنت شده. خیلی جالب بود. به نظرم خیلی هم گلایی که میزنن هیجان انگیزه، یعنی مدلش یه جوریه که ممکنه بیننده فکر نکنه که این گل میشه، یعنی شاید تا چند ثانیه آخر. وقتی از یعنی هماهنگی تاکتیکی خوب استفاده بکنی، به هر حال کیفیت و موقعیتات بالا میره، به همون نسبت امید گلت بالا میره، چون تو موقعیت‌های توپو تحویل بازیکنت میدی، تو زمان بندی توپ رو تحویل بازیکن ضربه زنت میدی که خیلی ساده میتونه دروازه رو باز بکنه. آدم اول فکر میکنه که میخواد شوت بزنه، بعد به خودش میگه اونجا جای شوت زدنه، بعد میبینه که اصلا قصه برنامه چیز دیگه. و نکته مهم اینه، شاید این گلا به چشم در واقع چشم عمومی خیلی زیبا به نظر نیان، به خاطر اینکه نهایتاً زننده گل با یه ضربه ساده توپو میکنه تو گل. خب و اما به لحاظ تاکتیکی این گلا واقعا زیبان، خب چون یه هماهنگی جمعی رو تو خودش داره و چند نفر دارن با یه زمانبندی هماهنگ یک عملکردی رو انجام میدن که نهایتا اون بازیکن بتونه توپ بکنه تو گل. و این گلزنه اگه به درستی به اون منطقه یورش ببره، به درستی خودش رو تو
لحظه استفاده از توپ تو موقعیت قرار بده، همون در زمان درست در جای درست، خب این میشه در واقع بهش گفت یه مهاجم آموزش دیده و درست که زمان بندی حمله به دروازه رو درک کرده.